نباید ما تصمیم گرفتیم بابت بیماری های شدید روحی نفس برای هر یکی شما معلومات‌های پیش آورده باشیم. بیماری شدید روحی نفس این البته در همه فصل‌های سال مشاهده می‌شود، لیکن بسیارتر این بیماری موسمی به شمار می‌رود. یک عقیده وجود دارد که چقدر خانه هواش گرم باشد هم بچه کم کسل میشد. این نادرست. حرارت خانه‌ای که کودکی نوزاد یا کودکی تا 5 ساله نزد تیریزا باید حرارت سنجی خانگی باید وجود داشته باشد و حرارت خانه 22 25 بسیارش تا 27 گرادوس کفایگی میکند. کودک با بیماری وجود ندارد. حرارت میسنجند و بانیسه گفتم بیمارخانه میدوانند میبرند. اینجا چه میکنیم که 36 نیم. اکثریت بیمارانی که بیمارخانه مراجعت میکنن وقتی که ما صحبت میگذاریم و ها دکتری عائلوی خودشون قریب که نمیشناسن، نمیدونن که اون کس به دکتری عائلوی هیا وابسته شدگی و هم باید که مراجعت کنن. کلان سالابی هم عیناً همین علامت ها بیمه‌داری، وزنینی اندام ها، درد تمام بدن، درد بغم های دست و پاها و گم شدن اشتها، بیمه‌داری عمومی. در همین حالت اکثریت خلق ما مردم بسیار مراجعت میکنن بعد از 5م، 8م، 10م روزی آغاز معالجه وقتی که ما وای میپرسیم که برای چی سری وقت مراجعت نکردید و یا خطاگی که معمولا بسیار وا میخورد یا داروخانه میرن میگه من گریپ شدم من به داروخانه بدگی دارو فروش البته وای تجارتی خودش در نظر میگیرد ترافلو من تایلند خود من با یک چیز دیگر من این داروش سرفشم گرفت و میفروشد جونش خلاص و دوره میگیرد و میخورد حرارت البته پس میشد علامت های کسلی گم میشد لیکن بیماری ویروس که اینجا انکشاف یافته است و اسود است و اوریزناک شوی ان بیماری گرفته یک انانی به خود خاص بین خلق ما با پیدا شدگی که همین چخیل که یک جا میرن و یک آشخانه زور بوده است همه آشخانه میرن البته یک بار گفته خوراکشه با مزه بودگیشه با خودشون با چشمی خودشون با زبانشون چششون دکار همین داروهای قطروی سوزن دارو گذاروندن بین خلق ما معمول شدگی. بیمارانی که همین مراجعت میکنن اگر مرکزهای سلامتی بیان اگر یک بار کودک اسیتیت همون کودکایی که سالم برای امگذارانی آمدگی یک تا کودک 10 15 تا 20 نفر دیگر بیمارای همین بیماری که سیرایت کردن و احتمالیتش هم مرکزهای سلامتی دکتر عائلوی همین فقط تشخیص میگذارن که وقتی کودک بیمار شد بهترش خانه به دکتر دعوت کنیتون نسبتی آورده اونجا نوبت به ایستاده هم دنی واسطی نقلیات به مشتگاه وشته چند کسه سرایت کرده هم خودش وقت گفته دکتر عائلوی آمده خانهش بیند دارو نویسیت بهترین واسطه باید که مناسبت همه که نسل کرده شنا شده آشنا شدن دکار دکترای طبابتگاهی بیمارخانگی فقط با راحت طبیب عائلوی مصلحت داده در حالتی نشان داد بودن بستری میکنه در حالتی نشان داد نبودن طبابت بیماران پرگی در دوشی دکتری عائلوی قرار دارد.